درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و به برنامه امروزه ما هنرمندان انسامبل شش مقام شهر حصار تشریف آوردند با رهبری هنرمند مردمی تاجیکستان شمس‌الدین محیدین که من ایشان را به برنامه خیر مقدم میگویند و شمس‌الدین محیدین از زمره آن هنرمندان است که همیشه
برای تربیه نسل جوان تلاش میکند و اگر با انسمبل شش مقام شهر حصار نظر افکنیم اکثرش جوان ها هستند بیشتر تلاش میکنند که چهره های نو را در همین سمت کشف کنند. خسته نباشید، شما رو من خوش آمدید میگم به برنامه امروزه و برنامه ما با یک ترانه خیلی زیبا آغاز گردید. این ترانه آهنگ از هنرمند زنده یاد مطربی بسیار موفق آنه که امروز میانمون است نورعلی دودربیکوف. ما قبلا برنامه داشتیم با انسمبل شش مقام شهر حصار و در برنامه گذشته ما که چند ماه پیش بود نورعلی دودربیکوف شرکت ورزیدند و یک چند آهنگ های خود را نیز پیشنهاد کردند. متاسفانه امروز میانمون نیستند ولی نام و یادی آن کس همیشه در ذهن های ماست، همیشه در دل ماست و همین گونه آهنگ های جذاب نیز به یادگار ماندند و برای تربیه یک نسل جوان هنرمندان نیز سهم ارزنده دارند، خاصتا در شهر حصار. ترانه خیلی ترانه زیبا بود و واقعا وقتی من ترانه را میشنیدم یک اشک رو گیرم کرد، چون ما با استاد خیلی ارتباطی نزدیک داشتیم و هم صحبت نیز زیاد میشدیم. عموما یک شخص غمخوار صنعت بودن که من امروز با نکی از اون کس یاد میارم و هر کسی که اشعار رو میشنم با نکی یاد میارم. یک گپ دیگر آن که اون کس در حصار در انسمبل فلک کار میکردن، بعد می اومدن همین استاد ولی سهمشون در هم از انسمبل ها میرسید، لیکن مایلشون نسبتا انسمبل ما بسیار می اومدن. همین شش مقام با می اومدن میکردن بسیار میخوندن، جوانان را زیاد دستگیری میکردن. بله بسیار ذوقشون میومد اینا که وقتی میخوندن ذوقشون میومد که همینا با من سرود کرده همینا برنامه‌شون بو شود خودشون چی میشن همون برنامه‌ای که دارن با بویتر شد گفته بسیار نیاد میکنن همیشه. بله خیلی خب یاد نامش در خاطره ها همیشه باقی باشد. بله که از اون کس همیشه با نیکی یاد میکنه. تشکر زیاد و از شاگردانتون بگید که من گفتم که شما بیشتر جوانان رو جلب میکنید. هر باری که من به شهر حصار میروم یا هر باری که شما رو به برنامه دعوت میکنم کوشش میکنید که بیشتر جوانان رو معرفی کنید. بله چون که من دلنوزبانو از شاهد حال میشه یک سرودی به همین رویه مقام آواز مخملی دارن خاص با من معقول که باشه به تمام تاجیکستان معقول. باور کنید که انا سروی نوزبانو اسلوب و طرز اسلوب خودشان کردی عجیب کارا میخوانند. شاهناز بانو این خودش رنگی من مایداگ نگی بسیار آواز بلندی خوشرو دارد. همین خیلی میخواند که همین چی میگن حتی میکروفون ها با لرزه میدارن. خب چگونه جلب کردید به انسمبل؟ خودشون مایلشون همین ذوقشون بنهایت بسیار از ما میخواد که اینا با کمک راه نشون دادیم گفتیم ما میخواد اکنون از در تحت نظارت ما مخصوصا راهبری گروه انا همین چیزی که برنامه در کار باشد مواد در کار باشد ما پیدا میکنیم و اینا هم از همین چیز راضی‌اند. خب میشه بگید که از کجا شروع کردید؟ من مکتب موسیقی خواندید یا که کنسرواتوار تحصیل کردید؟ من چگونه به همین انسمبل شش مقام راه یافتید؟ من خود از خردی خیلی به صنعت شوق هوس خیلی زیاد داشتم و ختم کرده کنسرواتوری ملی هستم و پس از ختم کنسرواتوری همین شوق و هوس من مرا نگذاشت که من در خانه آرام نشینم و شروع کردم کار خود رو از انسمبل شش مقامی فیلارمونی شهر حصار از سال 2016. سال 2016 انسمبل شش مقام کدام سال تأسیس یافته بود؟ 2015 تأسیس بود. برابری تأسیس یافتن همون قصر فرهنگ. بله نه بدتر بعد از یک سال. بعد از یک سالش. بله چون که بعد شتا گرفتن راهبریت بعد دعوت کردن دخترویا بعد مطربویا بعد پورا کردیم اونجا. باز چی دستاویز دارید برای برنامه ما؟ باز یک کمک نویگری خیلی نظر خودم خیلی برای من معقول. استاد شریف جان آمدن انسمبل ما با استاد مراد جان آمدن این دختره که زیبا یا سمن بانو آمدن با همه خانم انسمبل شما زم شد زیادتر انسمبل خودم پره شد. همین باور میگنه خیال میگنم که من شخصا خیال میگنم که هر روز 5-6 ساعت خاطر اینا خونم همین خیلی ذوقم از نو قریب که جوان شدم خطا نمیکنم. این جوانو با از من زورتر همین خیلی یک الهام یک وای خودشون
چون این موسیقی نوکتی نخواندن گناه. بله. و چی ترانه پیشنهاد میکنین باز؟ بله، از دلناز بانو خواهش میکنیم که یک ترانه خیلی عجیبی در روی مقام نوشته شدگی و اینا بسیار استادا هم خواندگیان، بسیار از چی میگن از هنرمندای رفیق ازبکستان هم خواندگیان. حاضر گوش میکنیم که خیلی این دست میخونن. برامد. خالیست که بر رخسار جانانیم است، آن سیاه خالیست که بر رخسار جانانیم است. خنجری مجگانی و پیوسته بر جانیم است، خنجری مجگانی و پیوسته بر جانیم است. نصیحت بیهوده میگویی که دی بردار رسول، من به فرمان این دلم کی دل به فرمان نیست. من به فرمان این دلم کی دل به فرمان. گفتم ناسود بدن از تو میآید بوی موش، گفتم ناسود بدن از تو میآید بوی موش. گفت که آن بوی موش که گفت که آن بوی مشکل این زلفی پیچان. گفتم ناسود بدن عاشق مکوش کم ناز کن. گفت عاشق میکشم چند روز دورانی منم. گفتم شیری سخن برگردند ماریسیم. گفت که مار از تو کاکل پریشانی من است. احمدی جامی زیشتش سوختم احمدی جامی زیشکش سوختم
شمع است و آن این ماهی تابان گفت شمع است و آن این ماهی تابان تشکر زیاد، زیبا اجرا کردید و تا جایی که میدانم شما به هنرمندان در انسمبل کمی آزادی داده اید. بله. بغیر از اونه که آنها در ژانر مقام تجربه میکنن، سرود میخونن، همچنین در دیگر رویه های مثلا موسیقی سنتی ترانه اجرا میکنن. بله بله. چون که در آغاز برنامه ما شاهدی آن گشتیم. بله بله. خب چرا این گونه آزادی داده اید؟ برای مثال که اینو همین رویه شش مقام هم چلی که شما حاضر شاهد شدیم، این هم بسیار خوب اجرا کردن میتونه و در ژانر استرادا هم بسیار خودشون نشان داده میتونن. از عهده همین کار میبرن. هر سه دخترمان میتونن که در ژانر استرادا هم خوب خونن و در ژانر شش مقام هم. اگر اینا شش مقام خوانده توانن، استرادا برای این معما نداره. بله. پرابلم نیست. دیگر ژانرهای اینا با آزادی شروع کردن خوانده داده میتونن. یعنی در برابر سرودهای مقام همچنین سرودهای مثلا سنتی و سرودهای خلقی، سرودهای استرادی و سرودایی که مثال گیریم فولکلوری هست اونجا مثال گیریم، اونا هم خوب اجرا کرده دادن. یعنی ایجاد میکنه در اونجا، کارکرد میکنه. در رپرتوار شما هست. بله. چلی که دیدید من استاد من دادر بک این خیلی سرودای من 3 کسه خوندم، یعنی با قول موسیقی تریو میشدین. بله. انا 3 کسه شروع کرده خوندن. همین خیلی سرودای هستن که در شش مقام 3 کس خوندنشون ممکن، 4 کس خوندن، انسامبل کرده خوندنشون ممکن. در ژانر خلقی هم خیلی خوندنشون ممکن. هر نمود کرده خوندن ممکن است. واقعا. آفرینشان. سلامت باشه. کارها چگونه جریان میگیرد این شب و روز؟ تا جایی که میدونم شما الکی برای جشن مقام نیز آمادگی میکنید. بله بله، بسیار خوب گفتید. ما الکی برنامه جشنی مقام قریب که به پورگی هم نباشد یک 70-80% تیار کردیم الکی. تا جشن اونقدر زیاد یک ماه دیگه ماند. همه دخترها که ما الکی تپا تیارن. ما با جشن مقام تیاریم و بسیار سرودای خوشروی زیبا هم انتخاب کردیم. انا در اینجا مطربای چلی که گفتم. بله. بعد از مطربا گفتید، از مطربا نه بیات شما هنرمندانی نوارد با حیات ما یک دخترکی زیبای خوشروی ما یا سومان. خب من میخوام که با شما صحبت کنم. شما فقط با قانون مینوازید؟ نه؟ رباب مینوازید. رباب مینوازید. بله، رباب قشقری. ختم کرده ای کنسرواتوری است. ختم کرده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسمزاده کدام هستم. سال ختم کرده؟ سال 2020 شعبه صنعت موسیقی مردمی را ختم کرده بودم با اختصاص موسیقی سازی. بعدا سال 2022 باشد ماجسترا در همان خود دانشکده ختم کرده بودم. با انسامبل شش مقام کی رفتید و از کی همکاریتون شد؟ همکاری من با این انسامبل نامدار یعنی انسامبل شش مقام طولی 2 ماه می شود که شروع شده است و من اولین مرتبه با شرافت پدر عزیزم که در اینجا حضور دارم، پدر من تنبور نواز هستند و با ساز تنبور در این انسامبل فعالیت دارند و محض پدرم سبب شدن که من به این شهر باستانی حصار تشریف آورم و با استادان صنعت از جمله با استاد شمس‌الدین محیدینوف، اکی خسرو و باقی مانده نوازندگانی که در این انسامبل کار و فعالیت میکنند شناس شوم و خیلی خود را انسان خوشبخت می حسابم که با چنین استادان صنعت شناس شدم و همکاری را به راه ماندم. خسته نباشید. آفرین. و همین سازی قانون و بعضی سازهای دیگر در انسامبل نمیرسید؟ نه نمیرسید، نبودن. راستی ما بسیار نیاز به همین چیزا داشتیم. خوشبختانه پورا شد. چون که بخصوص از طریق تلویزیون اگر این صدا تیاد اگر همون تماشابینم راحت کرده تماشا میکنه. و واقعا و بسیار انسامبل‌های هستند که همین گونه سازها نمیرسن. یک از سازهای نادری است که در تاجیکستان خیلی کم نوازنده دارند. و خاصتا یک چیز برای من عجیب است که چرا خانم ها به این ساز بیشتر میل میکنن؟ میخواستم از شما بپرسم.
саломат бошед. Бисёр саволи хуб буд. Ҳама ҳамин саволҳоро аксарияти мардум медиҳанд, таваҷҷӯҳ мекунанд ки чаро бонувон асосан инро менавозанд. Сози мусиқӣ, қонун ва сози мусиқӣ, чанг, арфа, лира ва дигар асбобҳое ки ба қонун шабоҳат доранд, инро аз таърихи хеле тӯлонӣ дорад ва ин сози мусиқии қонун дар асри нӯи пеш аз милод аз ҷониби абуҳафси суғдӣ дар Самарқанд сохта шудааст ки аввалин маротиба навозандаи он занене ки бону ба ҳисоб мерафт. барои он ки сози торҳои хеле нозук буд. торҳои хеле набояд бо нохунҳои баландро навохт. бале дуруст қайд намудед. бале, ташаккури зиёд, хаста набошед. Устод, боз чӣ тарона пешниҳод мешавад? аз Сарвина бону хоҳиш мекунем як таронаи хеле зебо доранд. то умр буд дар ҳаваси рӯи ту бошам. در هوس روی تو باشم بر خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم تا عمر بود در هوس روی تو باشم بر خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم فردای قیامت نروم جانبی تو بی در سایه سروی قدی دلجویی تو باشم خوشان که زبان از پی دشنام براری من دست برآورده دعاگویی تو باشم من دست برآورده دعاگویی تو باشم پهلوی تو پیوسته نشینند رقیبان تا من نتوانم که به پهلوی تو باشم آها تا من نتوانم که به پهلوی تو باشم ای شاخی گلی تازه منم بلبلین معذورم اگر شیفته روی تو باشم روزی که فلک خوان مرا نام هلالی آها میخواست که من مایلی ابروی تو باشم میخواست که من مایلی ابروی تو باشم
سپاس به شما، خیلی زیبا اجرا کردید. و در تاجیکستان چند سال است که یک آزمونی بسیار با نفوذ جریان دارد، آزمونی تاجیکستان وطنی عزیز من. از انسمبل شما هستن نفرانی که شرکت می‌ورزند در آزمون و حتی جایزه به دست آوردن، چگونه است؟ من سروینا بانو یک اویلوی انسمبل داشتن همین خیلی انا با اون دوره‌های گذشته همین آزمون موفق شدن، جای دیوم و گرفتن، جایزه هم گرفتن و گرفتن. بدتر با خسرو اشتراک کردن این کسام انا حتی دوره‌های آخر رفتن. خب با چی میگن تو با اون دوره اساسی رفتن نرسیدن، خب کوشش کردن شدن که این دفعه باز شاید موفق میشن. بله. خیلی هستن نفرانی که مثلا از خودی شهریسار جوانان اون نفرانی که خواهش دارن و مثلا هنر دارن و شما مراجعت میکنن برای صیقل دادن هنرشان، برای مثلا به همین آزمون شرکت کردنشان؟ اکنون از این خیلی جوانا شمارشون کم هم باشد، من در همه کوچه ها در بعض جاها دیده آمده استاد با همین فلان سرودی شش مقام خونیم، فلان کار کنیم، میخوایم در انسمبل شما وارد شویم، میخوایم همیشه گفتن شمارشون کم هم باشد، هستن و همکاری میکنن، همکاری کردن میخوان خدیما. تشکر زیاد. و میبینم که واقعا هم فعالیت انسمبل شش مقام، اون کارهایی که انسمبل شش مقام در شهر حصار انجام میدهد باعث تحسین است، چون در بالا گفتیم که انسمبل شش مقام شهر حصار انسمبل نو تأسیس است به نام شمسی حصار، ولی زمینه های استوار در این منطقه بود. هنرمندان موفق ژانر مقام در این منطقه زیاد هستند. یعنی همین زمینه ها باعث شد که این انسمبل زودتر رشد کند. مثلا شما یکی از پایه‌گذاران همین انسمبل که هستید و مثلا از مکتب زیاد هنرمندان موفق ژانر مقام نیست بهره برده اید. یکی از زمینه های اساسی همین انسمبل هستید که برای تربیت نسل های جوان تلاش میکنید. بله، چی میگن اگر خودی همون انسان همون استاد هم اگر زمینه خودی استاد ندیده باشد، اگر وای چی میگن با این کارها موفق نمیشد. هر یک هنرمند استادی بزرگ داشتنش در کار. اولی چی میگن در اولی کارهایی که ما خیلی جوان بودیم، خیلی خرد بودیم، از طریق رادیو همین استاد حسین نصرالدین میشنیدیم، استاد بای محمد نیازف میشنیدیم، استاد نریا امینوف و برنامه ساخت و بخصوص برنامه ساخت و شنیده ما راحت میبردیم، میگفتیم کی ما همین خیلی میخوانده باشیم، همین خیلی چنین زیبا کاره شروع کاره خوانده میتونسته باشیم، همین آدم ها رو دیده میتونسته باشیم، گفته نیت میکردیم. خداوند همین شما به همین چیز موفق رساند که اومده قطعی همین استادا کار کردیم، فعالیت کردیم و از زمینا گرفتیم. البته بله، تشکر زیاد. من شما رو بار دیگر خوش آمدید میگم. واقعا با حضور شما برنامه ما این روز دگرگونه و زیبا گردید و شما باز هم چهره های نو رو در برنامه ما معرفی کردید برای بیننده. تشکر زیاد. خسته نباشید. من شما رو به برنامه امروز خوش آمدید میگم و در انتها گفتید چی ترانه پیشنهاد میشه؟ در انتها شان نازمانو یک ترانه استاد بای محمد نیازوف بر لب دریا بیا. بله، بر لب دریا پیشنهاد میکنم. حتما بعد اسلوب و طرز خودشون پیشنهاد میکنن. و دوستان عزیز و ارجمند و انتهای برنامه امروز فضا در رسیده. یادآور میشم که مهمانان برنامه ما هنرمندان انسمبل شش مقامی به نام شمسی حصار شهر حصار بودند که ما شاهد ترانه های زیبایشان گشتیم و در انتها باز هم یک ترانه زیبا پیشنهاد میگردد. با همین با شما خیر میگویم. چشمی ما بیا
از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا خاک بر چشمم زند نظاره همچون گیربار ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا از تپیدن ریخت زیری دنبالو پر مرا از تپیدن ریخت زیری دنبالو پر مرا بر سری سیدی خودی سیاد بی پروا بیا بر سری